عبدالله قربانوف یکی از مؤسسان و رهبران الف بانک روز 1 نوامبر سال 2022 در فیسبوکش خبر داد که رهبر این بانک عوض شده است. با قرار شورای نوزران گلنار اتابک رئیس نو الف بانک تعیین شده است. عبدالله قربانوف به گلنار اتابک در مقام رئیس بانک آرزوی موفقیت کرد و نوشت که سبب این تصمیم این بود که رهبران قبلی این مؤسسه مولوی فردوس میرزای و ظهورشاه رحمت الله بیش از 1 سال باز بیشتر وقت خود را به گسترش فعالیت‌های بانک در عرصه بین المللی و گشودن این بانک در کشورهای دیگر روانه کرده بودند و از جمله خود او از اول سال 2022 با آموزش تکنولوژی بلاکچین مشغول بوده با تیم‌های خود از الف لوحه‌ای را در این سمت شروع کرده است. از جمله الف بانک چندی پیش در ازبکستان همسایه هم به کار سر کرد. عبدالله قربانوف نوشته است اوید به واگذار کردن رهبری الف بانک به گلنار اتابک، دلیر کریموف و دلاور امانوف ما هنوز در اول سال خلاصه کرده بودیم و از همان دوره این روند را آغاز نمودیم. در 9 ماه گذشته به نتیجه ها و رکوردهای نظررس نائل گشتیم. نسبت به همین دوره سال گذشته پرداخت‌ها با الف مابی 2.9 مرتبه، انتقال مبلغ‌ها 3.8 مرتبه، میزاجان کارپراتیویمان 3 مرتبه زیاد شدند. نتیجه های مالیوی همان بازم بهتر شدند. باز هم مهمتر در سمت صفت خدمت رسانی و ساختن نظام مستحکم دسته نو رهبران واقعا تندم خوب برام ماندند. اساسگذار الف افزود این کامیابی ها نشان داد که بانک برای تغییر رهبریتش آماده است و همچنین دوام منطقی این روند روز 1 نوامبر شورای نوزران گلنار اتابک را رئیس نو این مؤسسه مالیه انتخاب کرد. الف یکی از کامیابترین استارتاپ ها در عرصه بیزنس تاجیکستان دانسته می شود. این مؤسسه مالیوی سال 2014 همچون تشکیلات خرد قرضی و با همگی 3 کارگر به فعالیت آغاز کرد. حالا در این بانک در تاجیکستان و ازبکستان بیش از 800 نفر کار میکنند. سال گذشته نشریه فینتک فینانس نیوز ارزش الف بانک را در بازار $100 میلیون برآورد کرده بود.